به این ایستگاه تقریباً 10 سال باز هیچ قطاری از ازبکستان نآمده است. ایستگاه خوشادی در ناحیه شهر توس. حالا ایستگاه را برای پیشواز قطار دیر انتظار مسافربر از کشور همسایه آماده می کنند. کارگران هم از آمدن خبرنگار خوشحالند. ایستگاه خوشادی یکی از ایستگاه‌های راه آهن اموزنگ ختلان است. یکی از شاهرگ‌های ترانزیتی برای جنوب تاجیکستان که بیشتر از 3 میلیون اهالی دارد. سال 2010 در عهد اسلام کریموف رئیس جمهور پیشین ازبکستان این شاهرگ را بریدند و ختلان از راه ارزان و آسانی تامین مواد غذایی و محصولات محروم شد. اقتصادش صدها میلیون دلار ضرر دید و بندی خیش و تباری ساکنان ازبک تباری ختلان هم تقریبا کند. ما این طرف قطع رفتن نمیتونستیم، فقط رفت همین دوشنبه چه ریگر همین قطع میرفتیم دینا قطع عذاب بود، رفتن آمدن بیاد قیم بود، نمیتونستم وقتی رفتن آمدن خبر گرفتن خشتوارا اونا توی تماشا رفتن اونا آمدن نمیتونست ازبکستان نمیموند رفتن آمدن. خالده معتوه شهروند ازبکستان یکی از آنها است که در شهر توس ازدواج کرده است. یاد می آورد که برای دیدار مادر پیرش چقدر در راه عذاب می کشید. از سال 1992 در اینجا زندگی می کنم. خویش و تبرهایم در ازبکستان هستند. عذاب می کشیدم. به قریبی رفته آمدم. راه ها خوب شدند، معامله ها خوبند از هر دو طرف. مادری 80 ساله دارم. مادرم را یاد می کنم. خویش و تبار دارم. خدا خواهد راه گشوده شود به دیدارشان می رسم. خرسند می شوند. این همان راه اموزنگ ختلان است که قطارهای بارکش برای تعمیر و تجدید بعضی از قسمت‌های آن محصولات ساختمانی می‌کشند. مقامات تاجیکستان میگویند باز شدن راه بر رشد اقتصادی ولایت ختلان و مناطق هممرز ازبکستان مساعدت می‌کند. من اگر گویم که 100% ما با موافقه رسیدیم و سروشنامه رو پرهگذاری کردیم. این به فایده هر دو کشور است برادر. باز کردن راه اموزنگ ختلان یکی از علامت‌های دیگری گرمتر شدن رابطه‌های بین تاجیکستان و ازبکستان است که بعدی به قدرت رسیدن شوکت میرزیوف در سال 2016 شروع شد. حرکت در راه اموزنگ ختلان هم ظاهراً با سفر او به تاجیکستان در ماه مارس شروع می شود.